دسته 50 نفره نجات کمیته اولوی فوق‌العاده تاجیکستان که از 2 فوریه سال 2023 در مناطق زلزله دیده جمهوری ترکیه در عملیات جستجو اشتراک داشتند، ساعت 1 شب 22 و 23 فوریه با سر بلند به وطن برمیگردند. کمیته اولوی فوق‌العاده تاجیکستان با نشر یک اطلاعیه خبر داد که امدادگران تاجیک که اول در شهر قهرمانمرش و بعدا در ولایت هاتای در جنوب ترکیه فعالیت میکردند به مأموریت خود در مناطق آفت‌زده خاتمه میدهند و به شهر دوشنبه برمیگردند. یک هیئت عبارت از 50 نفر که نجات بخشان و طبیبان جراح و شکسته‌بند را در بر میگرفت از 2 فوریه در مناطق‌های آسیب دیده ترکیه در عملیات جستجو و نجات اشتراک داشتند. در این مدت نجات بخشان تاجیک از زیر خرابه‌ها و ویرانه‌ها 217 جسد قربانیان زمین لرزه مدهش را بیرون آوردند و به مقامات دخلدار ترکیه سپردند. همچنین به نجات بخشان تاجیک میسر شد که 3 نفر از جمله یک کودک 3 ساله با نام یوز و یک پدر را با همراه طفل 6 ماهش در شهر قهرمانمرش از زیر خرابه‌ها زنده نجات دادند. نجات این 3 جان کافی است که مأموریت نجات بخشان تاجیک را در ترکیه بهای بلند بدهیم و به آنها آفرین بخوانیم. این نجات بخشان در واقع قهرمانان مردم تاجیکند، چون که سر مردم ما را در مناطق آفت‌زده ترکیه بلند کردند و صدقاً و صمیمانه قریب 2 هفته در کنار مردم آفت‌زده ایستاد شدند. ما بر کدام شما افتخار میکنیم. یادآور میشویم بر اثر زمین لرزه‌های خرابی‌آور روز 6 فوریه در جنوب ترکیه و شمال سوریه بنا به حساب‌ها نزدیک 50,000 نفر جان باخته، هزاران خانه به خاک یکسان شد. این زمین لرزه پرقربانی ترین و خرابی آورترین آفت طبیعی در این منطقه از سال 1939 به این طرف شمرده می شود.